آیا تعجب میکنی اگر بدونی که 70% حجم معاملات ارز در بازار فارکس تنها توسط 10 تا بانک پردازش میشه؟ به همین دلیل که اونا حجم معاملات روزانه فارکس رو کنترل میکنن، بانک‌ها نیاز دارن که هنگام فروش فشار خرید ایجاد کنن و همچنین هنگام خرید فشار فروش ایجاد کنن. خیلی ساده است. اگر کسی مایل به فروش نباشه، اونا نمیتونن تو موقعیت مورد نظرشون خرید کنن. همچنین اگر کسی مایل به خرید نباشه، اونا نمیتونن تو موقعیت مورد نظرشون به کسی بفروشن. به همین دلیله که این بانک‌های بزرگ اغلب بازار رو دستکاری میکنن تا به نظر بیاد که بازار داره میره بالا یا میاد پایین تا به سرعت قیمت رو معکوس کنن و استاپ معامله‌گران خرد رو به نفع خودشون جمع کنن. به همین دلیله که بسیاری از مواقع این گونه فکر میکنیم که بازار به محض ورود شما بر ضد شما میچرخه، یا احساس میکنی یه نفر نشسته در حال تماشای معاملات شماست و بعد از ورود شما بازار رو میچرخونه. اما این تصادفی نیست که بسیاری از معامله‌گران چنین احساسی داشته باشن. در واقع واقعا شما باید انتظار اینو میداشتید. اما منظور من چیه؟ خب تقریبا تمام استراتژی‌های معاملاتی که شما دارید از یک روش یکسان استفاده میکنن. با صرف نظر کردن اندیکاتور یا نرم افزار معاملاتی که استفاده میکنید، روش همه اونها یکیه. وقتی بازار بالا میره میخرن، وقتی بازار پایین میاد میفروشن. حالا به یاد بیارین که توی ابتدای بحث چی گفتیم راجع به بانک‌ها. به این دلیل که این بانک‌های بزرگ حجم زیادی رو جابجا میکنن، اغلب مجبورن در بازار در حال سقوط بخرن و همچنین در بازار در حال رشد بفروشن. حالا میتونیم مشکل اصلی ببینیم کجا؟ تقریبا بدون استثناء استراتژی‌های معاملاتی تریدرهای خود دقیقاً برعکس بانک‌ها عمل میکنن. این بانک‌ها در واقع جهت بازار رو کنترل میکنن. هنگامی که این مطلب رو درک کردید، متوجه این موضوع شگفت‌انگیز میشین که شما دائما در زمان اشتباه وارد بازار میشورید. و اما نتیجه‌گیری چی میتونه باشه؟ 10 تا بانک 70% از حجم کل روزانه را کنترل میکنن. برای سوده بودن مجبور هستین که در جهتی که اونا انتخاب میکنن معامله کنین. اگر در این فروش اونا خرید کنین، ضرر میکنین و اگر در هنگام خرید آنها بفروشیم، باز هم ضرر میکنین. پس چگونه میتونیم انتظار رقابت با چنین نیروهای قدرتمندی رو داشته باشیم؟ به عبارت ساده، شما باید یاد بگیرید که فعالیت معاملاتی مؤسسات تو بازار رو ردیابی کنید. بنابراین میتونید با حرکتایی که اونا ایجاد میکنن معامله کنید و این تنها راه برای برنده شدن تو این بازیه. اما چگونه میتونیم رد پایی که مؤسسات به جا میگذارن رو شناسایی کنیم و مهمتر از همه چگونه با استفاده از این نشونه‌ها کسب سود کنیم؟ نکته همینجاست. والیوم پروفایل. در حالی که بانک‌ها از مزیت حجم عظیم برخوردارن، این موضوع برای ما هم نیز یک مزیت محسوب میشه، چون حجم معاملات آنها به قدری عظیمه که پنهان کردن این حجم در نقاط ورودشان واقعا امکان پذیر نیست. والیوم پروفایل به طور مؤثر پرده رو برای ما کنار میزنه و ما نشون میده که افراد حرفه‌ای احتمالاً کجا شروع به خرید و فروش میکنن و به همین دلیله که من کاملا معتقدم والیوم پروفایل کلید نهایی برای معاملات سودآوره. این سطوح از فعالیت سازمانی که ما با والیوم پروفایل به دست میاریم به ما امکان میده تا نقاط چرخش رو در بازار با دقت شگفت‌انگیزی انتخاب کنیم، زیرا دیگر با بانک‌ها مبارزه نمی‌کنیم. اگر میخواید مانند یک حرفه‌ای معامله کنید، نیاز دارید هنگامی که اونا میخرن شما هم بخرید و همچنین هنگامی که اونا میفروشن شما هم بفروشید. این چیزیه که فقط والیوم پروفایل میتونه به طور مداوم به ما نشون بده. اما بهترین راه برای شروع استفاده از این اندیکاتور قدرتمند در معاملات خودمون چیه؟ من فکر میکنم اکثر مردم موافق هستن که یادگیری از شخصی به شکل عملی و تجربی بهترین راه برای یادگیریه. دلیلی وجود داره که استادان به جراحان آموزش نمیدن که فقط با استفاده از دانش کتابا کار کنن. اونا یه برنامه رزیدنتی نیاز دارن تا تجربه عملی به دست بیارن. دانش کتابا عالیه، اما هیچ چیز جایگزین نمیشه که ببینی یه نفر چطوری کاری که ما میخوایم یاد بگیریم داره انجام میده و این روش دقیقاً نحوه طراحی دوره آموزشی ماست. بنابراین اگر میخواید مؤسسات رو دنبال کنید و به جای مخالفت با آنها همراه با آنها معامله کنید، اگر میخواید به طور مداوم قوی ترین حمایت ها و مقاومت ها رو انتخاب کنید و همچنین اگر میخواید مطمئن باشین که یک تریدر حرفه‌ای هر روز در معاملات شما در کنار شماست، با ما همراه باشین تا بتونیم راه سخت رو با هم طی کنیم و با هم شروع به سودآوری کنیم.